سفیر امریکا در سازمان ملل آزمایش موشک بالستیکی در ایران را غیر قابل قبول نامید و گفت آزمایش مخالف یک قطعنامه سازمان ملل است که به ایران اجازه نمی‌دهد موشک‌های قادر به حمل کلاهک‌های هسته‌ای بسازد. ما گفتیم که حکومت امریکا این گونه عملها را نادیده نمیگیرد. ما عمل میکنیم، ما قاطع خواهیم بود. ما با صدای بلند میگوییم و همه کار را برای محافظت مردم امریکا و مردم سراسر جهان انجام میدهیم. نیکی هلین در این باره روز 31 ینور در نیویورک سخن گفت، ولی در دیگر جای در شهر پاریژ فرانسه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفت آزمایش موشک مخالف به قطعنامه سازمان ملل نیست. هیچ یک از موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی ایران برای قابلیت حمل سلاح هسته‌ای طراحی نشدند. مقامات امریکا میگویند ایران روز 29 ینور موشک بالستیکی را آزمایش کرد که قادر به برد کلاهک‌های اتمی و هم قادر به پرواز در مسافه 1010 کیلومتر است. فرانسه هم از آزمایش این موشک اظهار نگرانی کرده است. سال 2015 شورای امنیت سازمان ملل با قبول قطعنامه سازش اتمی ایران با قدرت‌های جهانی را تصویب کرد. بر اساس سازش ایران در عوض از بین برداشتن تحریمات بین المللی باید فعالیت‌های اتمیش را محدود می‌کرد.